تو هر کاری میگن هر کاری مال دست یه استادیه. همین کندن پاجوش کار هر شخصی نیسته. علاوه بر این که کار هر شخصی نیستش، باید یک استادی که مهارت تو این کار داشته باشه این کار رو انجام بده. بعدش 3 تا ابزاری که تو این کار از همه مهمتر و مفیدتره کیفیتشه، که الان یه استاکار یه اره تیز باید داشته باشه که این برگاش راحت بتونه ببره، یه بیل خوب داشته باشه که بتونه خاک دورش رو باز بکنه راحت‌تر، و یه دیلم بهش میگن دیلم، خیلی جا بهش میگن منفیل، که این باید لبه این تیز باشه که راحت بتونه پاجوشا رو از نخل مثلا مادر جدا بکنه. الان استکار ما کارش همه مهارت ها داره، همه ابزارهاش رو کیفیت داره، و اینم پاجوش نخل خاصویی با بهترین کیفیت حرف اولو میزنه. بهترین سرمایه گذاری نوع انتخاب درست کن، بعدش پشیمان نمیشه. موفق و مؤید باشی.